درود خدمت دوستان عزیز. نگذاریم اعدامش کنند. ریحانه جباری 26 ساله در آستانه اعدام. 7 سال قبل بود که ریحانه با مرتضی آشنا شد. مردی همسن پدرش که برای انجام کار به او مراجعه کرده بود. ریحانه طراح دکوراسیون بود و در یک مکالمه تلفنی مرتضی از این شغل او خبردار می شود و از او می خواهد برای انجام کار به دفترش مراجعه کند. او سوار ماشین مرتضی می شود و ظاهراً برای صحبت کردن در مورد کارهای دفتر راهی دفتر کار مرتضی می شوند. مرتضی در مسیر رفتن به سوی محل کارش در مقابل یک داروخانه متوقف می شود و چیزهایی می خرد. وقتی وارد محل کار می شوند، ریحانه می بیند اینجا محل کار نیست، یک خانه است. مرتضی 2 لیوان شربت روی میز گذاشته است و فوراً در را می بندد و دستش را دور کمر ریحانه گره زده و به او می گوید راه فرار نداری. در درگیری ریحانه با مرتضی و در جریان دفاع از خود، ریحانه با چاقو به کتف مرتضی ضربه‌ای زده و فرار می کند. مرتضی در اثر خونریزی فوت می کند. آزمایشات نشان داده که آمیوه روی میز حاوی داروی بیهوشی بوده است. ریحانه را دستگیر کرده و بعد از شکنجه از او اقرار می گیرند که قتل برنامه‌ریزی شده بود و حتی گفته می شود که به او گفتند قتل سیاسی بوده است. چرا که مقتول که همسن پدرش بوده و بعد از خواندن 2 رکعت نماز قصد تجاوز به ریحانه را داشته، یکی از مأمورین قبلی وزارت اطلاعات بوده است. یکی از همبندی‌های ریحانه گفته است در یک ملاقات سریع با او در جریان هواخوری جای زخم‌هایی را بر بدنش دیدم که در اثر شکنجه بوده. او را چنان زدند که اعتراف کند قتل سیاسی بوده است. مادر ریحانه بازیگر و مدرس تئاتر است. او از همه استمداد خواسته کمک کنند فرزند دلبندش زنده بماند. وکیل پرونده عبدالصمد خرمشاهی گفته است حکم قطعی شده و برای اجرای احکام ارسال شده است، اما خرمشاهی معتقد است احتمال اجرای حکم در این هفته کم است و قرار است چند جلسه صلح و سازش با خانواده مقتول داشته باشند. امروز فقط اتحاد رمز پیروزی ماست. بدرود.